أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کتاب ریاض الصالحین، حدیث 528. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 528 این حدیث را می آورد، می گوید: وعن أبي عبد الرحمن بن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال، یعنی از ابو عبدالرحمن عوف بن مالک اشجعی رضی الله عنه روایت است که گفت: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7 فقال، میگه بودیم ما در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم 9 یعنی 9 نفر، او 8 یا 8 نفر، او 7 یا 7 نفر، یعنی 9 یا 8 یا 7 نفر در نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودیم. فقال، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت: الا تبایعون رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی آیا شما بیعت نمی کنید؟ الا تبایعون، بیعت نمی کنید یا پیمان نمی بندید رسول الله صلی الله علیه و سلم با رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس میگه رسول الله این سخن رو گفت: و کنا حدیث عهدی ببیعت، و کنا حدیث عهد ببیعت، و بدیم ما میگه در همون زمان حدیث عهد به بیعت، یعنی که نو بیعت کردگی بودیم، یعنی نو بیعت کردگی که بودیم. وقتی رسول الله این سخن را برامون گفت میگه: فقلنا، پس میگه ما گفتیم: قد بایعناک یا رسول الله، یعنی واقعا ما بیعت کردیم با توی رسول الله، ما پیمان بستگی هستیم با توی رسول الله. ثم قال، بعد میگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم باز گفت، میگه: الا تبایعون رسول الله، آیا بیعت نمی کنید با رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ اکنون میگه: فبسطنا ایدینا و قلنا، پس میگه ما دراز کردیم دستایمون رو و گفتیم. دستا رو دراز کردن برای بیعت کردن، دستامون رو دراز کردیم و گفتیم که قد بایعناک یا رسول الله فعلى ما نبایعک، یعنی واقعا ما بیعت کردگی هستیم با توی رسول الله. فعلى ما نبایعک، یعنی پس برای چی یا بر سر چی چیزی ما بیعت کنیم بر تو، یعنی همراه توی رسول الله یا با توی رسول الله بر سر چی بیعت کنیم؟ قال، بعد میگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت، یعنی در این بیعت کنید که علی ان تعبد الله، علی ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا، گفت بر این که، علی ان یعنی بر این که، تعبد الله، الله را عبادت بکنید، ولا تشركوا به شیئا، و شریک نآورید به الله چیزی را، و الصلوات الخمس، و نمازهای پنجگانه را بخونید، و تطیعوا، و اطاعت کنید، و تطیعوا و اطاعت کنید، و اسر کلمتا خفیتا، بعد همین کلمه میگه و تطیعوا، یک کلمه را پستکک گفت، میگه رسول الله یک کلمه را پستکک گفت. ولا تسأل الناس شیئا، و نپرسید و نخواهید از مردم چیزی را، از مردم چیزی را نخواهید، پس اینه که با این چیز با من بیعت کنید. پس میگه فلقد رأیت بعض اولئک النفری، عبدالرحمن ابن عوف میگه که واقعا دیدم بعض همین شخص ها را، همین 7 8 9 نفری که بودن، میگه همین ها را بعضیشان رو دیدم، میگه یسقط صوت احدهم، می افتد تازیانه یکی از اونها، صوت تازیانه را میگن، یا بگیم خر و اسد قمچین میگن که قمچین در دستشون است، همون میگه وقتی که می افتید، میگه همون قمچین شونه که بگم همون تیاقی که برای خرهای کردن، اسبای کردن بود، میگه فما یسأل احدا
یناوله ایاهو. پس میگه درخواست نمیکرد کسی را که یناوله ایاهو یعنی برداشته همون چیز برای او بتید، یعنی از کسی دیگر چیزی درخواست نمیکردن، زیرا که پیغمبر گفت ولا تسألوا الناس شیئا، یعنی که بیعت کنید که از مردم چیزی نمیخواهید. پس این را میگفتن که مثلا یک از خواستنه است، حتی هم چوی افتیدگی را نمیگفتن ای بالا اسب کی، یعنی که از زمین مرا بگی بته، خود چون میفرمادن خود چون میگرفتند و از کسی چیزی طلب نمیکردند. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی است. بعد از این حدیث 529 وعن ابن عمر رضی الله عنهما ان النبي صلی الله علیه و سلم قال، از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است هر اینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که ولا تزال المسألة بأحدكم، یعنی که همیشه مسئلت، یعنی که گدایی کردن یا طلبیدن، بأحدكم به هر یکی از شما، یعنی که به هر یکی از شما گرفتار میشد یا به هر یکی از شما انجام میدهد، حتی یلقى الله تعالی، تا اینکه ملاقات میکند همون انسان، همون کسی که گرفتار شده است به گدایی، همون انسان ملاقات میکند به الله تبارک و تعالی، وليس فی وجهه، و نیز در روی همون انسان مزعة لحم، یعنی قطعه گوشته، در روش دیگر گوش نیست، یعنی گوشتای روش از بین رفتگی است، یعنی از طلبیدن زیاد و زیاد و زیاد وقتی که عادت کردگی است، لا تزالو، یعنی همیشه طلبیدن، پس مزعت و لحم در روش نیست، یعنی که قطعه لحم دیگر در رویش نمانده است. این حدیث متفق علیه است. این یعنی که یک شکل عذاب برای کسانی که طلبندگی را برای خود کسب میکنند. بعد از این حدیث 530 و عنه، یعنی از ابن عمر رضی الله عنهما، و از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، هر اینه میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت و هو علی المنبر، و در حالی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر بالای منبر بود، در بالای منبر بود، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت و ذکر الصدقه و التعفف عن المسألة، و ذکر صدقه، یعنی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم یادآوری کرد یا سخن گفت درباره صدقه، یعنی فضایل صدقه را که درباره صدقه میگه سخن رانی کرد، و تعفف، و همچنین درباره خودداری کردن سخن رانی کرد، یعنی که انسان باید خودداری کند، یعنی از طلبیدن و از درخواست کردن، عن المسئلة، از گدایی، عن المسئله یعنی خودداری کردن از مسئله، یعنی که از گدایی کردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم سخنرانی کرد. بعد میگه در همین هنگام پیغمبر گفت که الید العلیا خیر من الید السفلی، یعنی دستی بالایی بهتر است از دستی پایانی، یعنی که دهنده بهتر است از گیرنده. والید العلیا هی المنفقه، اکنون ترجمه میکنه ید العلیا کی است؟ پیغمبر خودش گفتگی است، یعنی دست بالا بهتر است. یعنی چی؟ والید العلیا یعنی دست بالا، هی المنفقه، همون دست بخشنده است، منفقه است یعنی که انفاق کننده و بخشنده و دهنده است، هر کسی که میدهد. و سفلا هی السائله، و دست پایان باشد همان بگیم گدا است، همون سائله است یعنی که درخواست کننده است، همون گیرنده هست. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان کرد در این حدیث که دست بالایی دهنده است و دست پایانی گیرنده است، دهنده بهتر است از گیرنده. خب این حدیث متفق علیه است. بعد از این حدیث 531 و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت
قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت من سأل الناس تکثرا فانما یسأل جمرا، یعنی هر کسی که گدایی کند از مردم، یسأل الناس، یعنی از مردم درخواست مال کند، تکثرا یعنی مقصدش افزایش مالش باشد، تکثر باشد یعنی جمع کردن مال باشد، یعنی بطلبد و جمع کند، بطلبد و جمع کند، فانما یسأل جمرا، پس هر آینه اون انسان درخواست کردگی است جمر، یعنی جمر یعنی که بگیم لخچه از آتش دوزخ، یک قطعه دوزخ رو برای خود، یک قطعه آتش دوزخ رو برای خود طلب کردگی است، یا یک قطعه آتش رو برای خود طلب کردگی است. فلیستقل او لیستکثر، او لیستکثر، فلیستقل، پس اون انسان رها کند این کار، یعنی مستقل گردد اون انسان، مستقل یعنی از این کار دور شود، همین کار رها بکند، همین کار ترک کند، همین طلبندگی را بس کند. او لیستکثر، یا همین کار بسیار انجام بدهد، فهمو؟ انجام دادنش بگیرد، یعنی که میخوایی که از آتش خلاص بشوی فلیستقل، پس دیگر ترک این کاره. اما آتشت میفوره فلیستکثر، ولیستکثر، پس چکار کن؟ درخواست کردن بگیر، یعنی که وابسته به خودت است، وابسته به انصافت. اگر که عذاب میخوای کارت دوام دادن بگیر. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. بعد از این حدیث 532 و عن سموره بن جندب رضی الله عنه قال، یعنی که از سموره ابن جندب رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که ان المسئله کد، هر آینه طلبندگی کد است. کد یعنی بگیم شرم، میگیم پی زخمی که میماند کو، انا همون است. هر آینه طلبندگی بگیم شرم است، یا که اثری کندگی هست. یکد بها الرجل وجهه، یعنی شرم میکند با اون مرد روی خودش رو، یعنی با طلبیدن انسان در روی خودش بگیم همون شرم را، همون پی کندگی را به وجود می آورد. الا ان یسأل الرجل سلطانا او فی امر لا بد منه، یعنی که در دو حالت طلبیدن بگیم درخواست کردن جایز است. یکم میگه ان یسأل الرجل سلطانا، یعنی یک مرد از پادشاه بخواهد، از پادشاه درخواست بکند، در این صورت جایز است. او فی امرین، یا درخواستش در مسئله باشد که لابد منه، یعنی ضروری باشد، حتمی باشد اون کار، فهمو؟ دیگر از اون کار بگیم اگر که درخواست نکند هلاک می شود. پس در این صورت هم بگیم درخواست کردن جایز است. پس در دو صورت درخواست کردن جایز است و بس. یکم از پادشاه، دویم در کاری که پیشت بند شد، اگر که درخواست نکنی سبب هلاکت می شود. رواه ترمذی، این حدیث را امام ترمذی روایت کرده که حدیث حسن صحیح، این حدیث حسن و صحیح می باشد. الکد الخدش و نحوه، میگه کد مانند خراشیدگی و امینو هست، نه که بگیم شرم هم جایی که پای کندگی و پای دوختگی و پای چو در بدن انسان میموند کو همون. خب بعد از این حدیث 533 و عن ابن مسعود رضی الله عنه قال، یعنی که از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت من اصابته فاقة فانزلها بالناس لم تسد فاقته. من اصابته فاقة، یعنی هر کسی که گرفتار شود با اون کس کمبغلی و ناداری، یعنی هر انسانی که
بگیم کمبغل و نادار شد یا به یگان مشکلی دچار شد، فانزلها بالناس، پس اگر که ببرد، انزله بفرارد ببرد همون فقر و ناداریش بالناس نزد مردم، برای حل کردن پیش مردم برود که بگیم کمبغلی و ناداری دچار شدگی هستم، گفته پیش مردم برود یا مشکلیش پیش مردم ببرد، لم تصد فاقته، پس از بین بردن نمی شود اون پرابلمش، اون کمبغلی و ناداریش. یعنی که پیش مردم بردی مشکلیت از بین نمی رود. و من انزلها بالله، و هر کسی که این پرابلم و مشکلات نزد الله ببرد، یعنی شکایت نزد الله بکند، فیوشک الله له برزق، پس زود می فرارد، یوشکو یعنی که بر نزدیکترین فرصت می فرارد الله سبحانه و تعالی برای اون انسان، برزق عاجل او آجل، بر رزق زودرس یا دیررس. عاجل زودرس که اون رزق تز برای این انسان میرسد، او آجل یا رزقی که دیررس است، یعنی که رزق الله سبحانه و تعالی برای اون میتید زود یا دیر براش میرسد. اگر که انسان مشکلش نزد الله ببرد، اما نزد انسان برده میگه چی است؟ لم تصد فاقته، یعنی که از بین نمی رود اون پرابلم و مشکلاتش و کم بغلش. رواه ابو داود و ترمذی، این حدیث ابو داود ترمذی روایت کرده که و قال حدیث حسن، امام ترمذی گفته است که حدیثی حسن می باشد. بعد از این حدیثی 534، و عن ثوبان رضی الله عنه قال، یعنی از ثوبان رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن من تکفل لی ان لا یسأل الناس شیئا، یعنی که هر کسی که تکفل بکند با من، تکفل یعنی که عهد و پیمان ببندد با من، ان لا یسأل الناس شیئا، این که از مردم چیزی درخواست نکند، یعنی هر کسی که عهد و پیمان با رسول الله ببندد که از مردم چیزی نمیخواهد، میگه و اتکفل له بالجنتی، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که عهدش میتیم، یا که میتونیم بگیم ضمانتش میتیم یا وعده میدیم اون انسان رو به جنت. هر انسانی که وعده بدهد که از مردم چیزی نمیخواهد، پیغمبر میگه من اون رو وعده به جنتش میتیم. فقلت انا، پس ثوبان رضی الله عنه میگه که گفتم که من، یعنی من میگه گفتم که یعنی من عهد و پیمان میتیم با توی رسول الله که از کسی چیزی نمیخواهم. فکان لا یسأل احدا شیئا، پس میگه همین ثوبان راوی حدیث رضی الله عنه میگه بود لا یسأل احدا شیئا، یعنی که نمیپرسید کسی از کسی چیزی را، یعنی دیگه از مردم چیزی درخواست نمیکرد. رواه ابو داود به اسناد صحیح، این حدیث را امام ابو داود با اسناد صحیح روایت کرده است. خب این از حدیث 534. بعد از این حدیث 535 اینش انشاءالله درسی آینده. با همین درس امروزه بعد پایان و تا درس آینده به الله تبارک و تعالی مسپارمتان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.